الباب الثالث باب الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاری. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله متعال میفرماید هرگاه یکی از عزیزان بنده مؤمنم را در دنیا از او میگیرم و او به امید اجر و ثواب صبر میکند، نزد من پاداشی جز بهشت ندارد.